1 2 3. سلام، من مبینام. ویزام اومد. بعد از 1.5 سال 2 سال زحمت، بالاخره امروز بعد 2.5 ماه از تاریخ سفارتم پاسپورت من آورد تو همچین بسته‌ای، پست چاپار البته، و همچین بسته بندی ویزای ما رسید. البته این پاسپورت همسرمه و همچین نشونه‌ای. و خدا رو شکر بعد از 1.5 سال 2 سال زحمت بالاخره این پاسپورت ها به دستمون رسید. بالاخره به این مرحله رسیدیم که دیگه انگار 70-80% راهو رفتی و دیگه آماده داری میشی برای بقیه داستان. وقتی پاسپورت به دستت میرسه و باز میکنی پاسپورت و دیگه باور میکنی که دیگه ویزا شدم و میخوام برم، انگار دیگه داری باور میکنی، انگار با اون واقعیت داری روبرو میشی که نه دیگه وقت رفتنه دیگه، حالا هر چی به قولی کاشتی الان وقت برداشت کردنه. 2 سال پیش وقتی که داشتم آیلتس میخوندم، وقتی روزای سخت تری بود و روزای سختی رو داشتم پشت سر میذاشتم، همیشه پیش خودم میگفتم که اگه ویزام بیاد، اگه به اون مرحله برسم که برم سفارت ویزامو بگیرم، دیگه هیچ مشکلی ندارم. مشکلای الانم فقط آیلتس و اپلای و این چیزاست. ولی وقتی که ویزا هم میگیریم بازم یه سری مشکلات دیگه هست. بازم فقط انگار مشکلاتش وقت تموم نمیشه، مشکلات فقط رنگشون عوض میشه. الانم که ویزامون اومده، درگیر پیدا کردن خونه ایم، درگیر پول جور کردنیم، درگیر سربازی و نمیدونم مشکلات خروج از کشور و این چیزایی. ولی فقط میخواستم بیام بگم که به این مرحله رسیدیم. امیدوارم تمام این مشکلاتی که این چند وقت درگیرشیم، مثل مشکلات قبلی که گذشت، اینا هم بگذره و از این 7 خانه رستم ما جون سالم به در ببریم. اما میخواستم درباره لیبل و انگشت نگاری اینو صحبت کنم. شما بعد از اینکه از سفارت، حالا کار سفارتتون تموم شد، سفارت از شما ایمیل و این چیزای شما رو میگیره و میگه که خب اوکی، شما برین، ما بررسی میکنیم تمام پرونده شما رو به اون شهری که آدرس محل سکونتتونه یا خوابگاهتونه یا هر جایی که حالا خوابگاهی که ازش حتی آفر هم گرفته باشین، ما میفرستیم به اداره اقامت اون شهر. من آفر خوابگاه گرفتم از شهر سالزبورگ، برای همین تمام پرونده من رفت سالزبورگ و بعد از حدوداً مثلا 37 روز 35 روز دقیق یادم نمیاد اون تاریخ دقیقشو، حالا ویزای من صادر شد. توی این 2 ماه من پیگیری خیلی میکردم، حدوداً 3-4 بار ایمیل زدم به اداره اقامت شهر سالزبورگ و گفتم که خب روند پرونده من چیه و چه جوریه و تو چه وضعیتیه پرونده من، که اون اداره، اون در واقع اون آفیسری که داره بررسی میکنه پرونده شما رو، یعنی پرونده من رو، به من ایمیل داد که در حال بررسیه. تا اینکه ایمیل آخری بود که دادم، یه چند وقت بعد جواب داد که ما اپروف کردیم، تایید کردیم ویزای شما رو و وقتی که از سفارت اتریش در تهران شما یک ایمیلی گرفتین که حالا برای لیبل خوردن و برای این کارا بریم تهران، شما دیگه اون موقع ویزاتون صادر میشه. خب من اولش اصلا متوجه نشدم که این منظور این ایمیل چیه. وقتی که حالا اصلا انقدر هول شده بودم که اسکرین شات فرستادم برای چند نفر و تو گروه یادمه که مثلا بچه‌ها میگفتن تبریک بهت میگیم، قراره که بری اتریش، دیگه ویزا میشی. اصلا اون لحظه باورم نمیشد که اون آفیسر به من اوکی داده که تو قراره بری اتریش و دیگه مشکلی وجود نداره و از این داستانا. خیلی لحظه عجیبی بود. اولش کلی خوشحال میشی، اولش کلی اینطوری که وای آخه یه نفس راحت، کارا به نتیجه رسید. ولی هی کم کم که میگذره یه حس عجیبی رو تجربه میکنی، حس میکسی از یه غم و خوشحالی که خب من
همه چی رو رها کنم برم. از یه طرف خوشحالی به خاطر اینکه کاری که 2 سال انجام دادی شبانه روز استرس به نتیجه داد. خلاصه که تجربه عجیبی بود. امیدوارم هر کسی که منتظر تجربه این حس کنه زود این حس رو تجربه کنه. ولی حسیه که میکس با غم و ترس و هیجان و شادی از اینکه تو بالاخره نتیجه کاراتو گرفتی، غم از اینکه واقعا داری میری خانواده، دوستات، هر کسی، هر چیزی که بهش تعلق داری و داری رها میکنی، پشت سرت تو داری میری. و هیجان و ترسم که ترس از ناشناخته است، ترس از اینه که تو نمیدونی چی در انتظارته، نمیدونی که آیا از پس قضیه برمیای یا نه. فردای اون ایمیل آفیسر اداره اقامت از در واقع سفارت برای من ایمیل اومد که شما باید بریم VFS برای لیبل کردن. خب به محض اینکه این ایمیل براتون میاد شما باید بریم VFS یه مرکزیه که واسطه است بین شما و سفارت یه کارهای این مدلی رو انجام نمیده و VFS نماینده سفارته و اون کار شما رو انجام میده. نیاز نیست نوبت بگیرین، توی خودتون بعد صبح زود بلند شین برین، ترجیحاً قبل ساعت 7:30 قبل ساعت 8. من 7:30 که رفتم یه صف خیلی طولانی بود. میدون هروی اون مرکز VFS آدم‌ها دم صف میگیرن، در بسته است، انقدر من صبح زود رفتم. بعد یه نگهبانی هست میاد چک میکنه اون ایمیل رو، میگه ایمیل رو به من نشون بدیم. من ایمیل روی گوشیم ایمیل یعنی لازم نیست که پرینت کنین. عکس ایمیل رو نشونش دادم و خب پی چند نفر میفرستاد طبقه 5 که همون VFS در واقع اون طبقه 5 مرکز هرویه. بعد میری اونجا چند تا باجه است. اول اینکه باید کیف و ایناتو تحویل بدی، چند تا باجه است. میری میگی که من اومدم برای لیبل، اومدم برای ویزا، به من نامه دادن و یه نوبتی به تو میده. نوبت رو میبری، میشینی رو صندلی‌ها تا صدا کنن. خیلی طول میکشه تا صدات کنن، انقدر جمعیت زیاده. من مثلا 7:30 رفتم، ساعت 11 و اینا من اومدم بیرون از VFS و صدات میکنه، میگه مثلا برین اتاق مثلا 18 که اتاق انگشت نگاریه. اونجا تمام مدارک رو میگیره، نمیدونم پاسپورت رو میگیره، دیگه چی ازت میگیره، بیمه تو میگیره که همون بیمه کر کانسپتی که معمولا اولش همه میگیرن، همون برگ رو باید پرینت کنی، برگی که میگه آقا شما کانفرمیشن بیمه‌تون رو پرینت میکنی میبری و پول ازتون میگیره. حالا اینجا یه نکته‌ای که هست اینه که VFS خیلی دوست داره که از شما پول بگیره، پول یامفت. یعنی پولی که اصلا بعضی موقع میگی که خب من که این همه خرج کردم، من که این همه پول دیگه پول چی از من میخواد. اولین ایرادی که گرفت به عکس همسر من بود، گفت که این عکس تایید نمیشه، صورت شما فلانه، باید مثلا 1/3 اینطوری باشه، 2/3 اینطوری باشه و 9 یورو پول عکس گرفتن از ما گرفت. که خب ما اون موقع ترسیده بودیم، گفتیم خب این عکسایی که سفارت بریم، سفارت تایید کرده دیگه، مثلا چه مشکلی هست، ولی بازم قبول نکرد. گفت که اینطوری. بعد پول پست ازمون گرفت که نفر 15 یورو میگیره که پست بشه دم خونه. خب ما نمیتونستیم، اصفهان زندگی میکنیم، نمیتونستیم بریم و بیایم و به ما گفت که با وقتی پول پست رو میدی سریعتر این پاسپورت به دست شما میرسه، که اینم به نظرم حرف چرتیه. فقط میخواست که اون 15 یورو رو بگیره. من وقتی که اومدم خونه و تو گروه در واقع فرستم که VFS همچین ایرادی به ما گرفته، همه بچه‌ها اومدن گفتن که اصلا VFS حق این کار نداره، اون عکسی که خود سفارت قبول کرد رو VFS هم باید قبول کنه و نباید هیچ ایرادی بگیره و الکی شما این پول رو دادین. ولی اون لحظه آدم انقدر نگرانه، انقدر استرس داره که میگه که اوکی اصلا ولش کن، بذار من که این همه پول دادم، بذار این 9 یورو این پول رو هم بدم که خیالم راحت بشه. و انگشت نگاری میکنین و پاسپورت رو از شما میگیره، کارت ملی حالا ببرین با خودتون، شناسنامه ببرین با خودتون، عکسی که بردین سفارت یه دونه میخواد. و حالا نمیگم اگه VFS بهتون گیر داد به حرف اون آفیسر گوش نکنین، ولی چیزی که تجربه من بود و چیزی که بقیه به من گفتن این بود که اصلا VFS حق اینو نداره که به عکسی که خود سفارت تایید کرده گیر بده.
هر چه زودتر برین VFS کارتون زودتر حل میشه. توی ظهر نذارین برین. و اینکه انگشت نگاری فقط روز پنجشنبه هاست و دیگه تو روزهای دیگه انگشت نگاری نمیکنن. پس اگه کار برای لیبل و انگشت نگاری این چیزا دارین فقط روز پنجشنبه. نکته بعدی اینکه وقتی پاسپورت ها دم خونه میاد، اون آقای پستچی که در واقع پاسپورتاتون رو براتون میاره، از شما میخواد که کارت ملی داشته باشین. پس اگر که با همسرتون اقدام میکنین و آدرس یه خونه رو میزنین، حتما کارت ملی همسرتون یا عکس کارت ملی پیش خودتون باشه که بتونی نشون بدین. چون برای من اون آقای پستچی حالا ایراد گرفته بود، گفته بود که نمیشه، باید حتما کارت ملی همسرمون باشه. که حالا کلی ما صحبت کردیم، بحث کردیم که آقا میخواست پاسپورت رو دوباره برگردونه تهران. ما کلی صحبت کردیم، گفتیم آقا ما کلی هزینه کردیم و تو رو خدا و اینا، که بازم قبول کرد که اون عکس کارت ملی رو بفرستیم براش، حالا براش تو ایتا بفرستیم و دیگه این مشکل هم حل شد. پس حتما یادتون باشه که کارت ملیاتون پیشتون باشه برای تحویل پاسپورتاتون. آفیسر توی VFS بهتون میگه که میخواین حالا موقعی که پاسپورتتون آماده میشه SMS دریافت کنین، ممکنه ایمیل نیاد. این هم حرف چرتیه، چون میخوان پول از شما بگیرن که حالا برای SMS فرستادن کلی یورو از شما میخوان بگیرن. که من این کارو نکردم، چون بچه‌ها گفته بودن که همون ایمیل کفایت میکنه و ایمیل برای شما میاد. به من گفت زنگ میزنه حتما باد قبل اینکه مثلا بیاد دم خونه، ولی اصلا با من زنگ نزد، اصلا کسی با من تماس نگرفت و فقط ایمیلش اومد. پس پول SMS و اینا هم ندین، پول الکیه به نظر من. همین دیگه، نکته الان به ذهنم نمیاد. بازم ویدیو میگیرم از مراحل دیگه مهاجرت، مثل خونه پیدا کردن و اپلای دانشگاه و این چیزا، ولی فعلا این ویدیو رو از من داشته باشین تا با یه سری ایده های دیگه برسم خدمتتون.